در سال 2019 زیاده از 12,000 اویله ها را در تاجیکستان زوجهایشان از هم جدا شدند و در 9 ماه سال 2021 قریب 10,000 زوجها از هم جدا شدند که این خیلی نگران کننده است. در این باره حرف میزنیم در برنامه راستی گپ که از جانب آزیا پلوس پیشکش شما میگردد. خوش آمدید. نخست میخوام راجع به این امور نگران کننده حرف بزنیم. در کدام منطقه کشور یا اینکه ولایت و شهر و ناحیه ها بیشتر از هم پاشیدن اویله ها به نظر میرسد و در کدام منطقه ها اکتفا میکنند با نکاح شریعتی و رابطه اویله‌داری خود را قانونی نمیگردانند؟ البته اگر از روی امورها از روی حدودهای جمهوری نظر کنیم، قریب که در همه حدود یک نوع است. تنها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان که شاید اهالی اون طرف کم باشد، از این رو بیکوشوی وقتی نگاه در اونجا کمتر است. مسئله که از نگاه شریعتی نکاح زیاد است و بقای گرفته نشده است در مقامات ثبت، متاسفانه این معلومات در مقامات ثبتی اسناد دولت شهروندی موجود نیست. ما همه روزه قبول شهروندان را به راه مانده‌ایم، یعنی که مراجعت ها گوناگون هستند و وابسته به آنی که در ثبت اسناد حالت شهروندی قید دولتی نشدند مراجعت ها خیلی زیاد هستند و معلوم می شود که در حقیقت نکاح سنتی عملی شده است ولی به قید گرفتن عقد نکاح دولتی به راه مانده نشده است. معلمان گفتند که با آنها مراجعت میکنند زوجها و اویله هایی که از قید دولتی نگذشتند. راجع به این مسئله میخوام شما بگویید که چرا چنین میشود؟ چنین نمیشود. وقتی که پیش از اون که معرکه ها را برپا میکنند ما اجازه توصیه نامه برای برپا نمودن معرکه را نمیدهیم. حجتی گذشتن از زکسی یعنی که دولتی یا که عقد نکاح رسمی بعد از آنی که پیشنهاد میشه سپس ما با آنها اجازتی برپا نمودن معرکه رو میدیم. من میخوام این لحظه راجع به سبب‌های جداشوی زوجها حرف بزنیم. یعنی چگونه سبب‌ها موجودند؟ بیایید درباره سبب‌ها حرف میزنیم. معلمان خب سبب‌ها گوناگون هستند و بسیار هم هستند. یعنی که همه روزه سبب زیاد و زیاد شدن میگیرد. ولی سبب از روی تحلیل کارشناسانی کمیته این پیش از همه زوراوری خانوادگی هست. خشونت نسبت اعضایان خانواده، خشونت نسبت زن خانواده، خشونت نسبت اعضایان خرد خانواده. لیکن امروزها متاسفانه امروزها مراجعت ها از جانب مردانی شده ایستاده است به کمیته که خشونت از جانب زن نسبت مرد است. بیاید روی راست آشکارا حرف زنیم. چون که امروز این یک پرابلم جدی شده ایستاده است. سبب دیگر آن است که تأثیر مهاجرت مهنتی. امروز ببینید که با مهاجرت مهنتی نه فقط مردها سفربر میگردند بلکه زنها نیز امروز رو به مهاجرت مهنتی نهادند و این البته این روند این عامل اگر بالاروی را کسب کند من نمیدونم که آینده امو اویله هایی که امروز زن پدر یا مادر همو خانواده در مهاجرت قرار دارد آینده همو اعضای خرد خانواده چی می شده باشد و امروز پدر و مادران را ضرور است که از این چیز اندیشه کنند، یعنی که اندیشه سالم داشته باشند. سبب دیگر اون است که در ناموافق انتخاب نمودن همسر برای نوجوانان که دختران خود هستیم جوان دختران خود هست و چه طوری که میدونیم یکی از سبب‌ها همین است که بعضا از پدران و مادران متاسفانه دختری خود رو با یک شخصی مثلا ثروتمند برای خاطر ثروت برای خاطر مثلا مال و منصب دیگران برای منفعت‌های خود برای منفعت‌های بله کوتاه مهلت یعنی که دراز فکر یعنی که فکر و اندیشه مثلا طولانی نمیکنن بلکه منفعت‌های شخصی خود را در نظر میگیرن و میبینیم که
چنین حادثه های ناخوش رخ میدهد، یعنی که جداشوی عائله ها زود به وقوع میپیوندد. سبب در چی است؟ سبب در مناسب یعنی نامناسب انتخاب نمودن همسر برای دختری خود. آنها میگوید که مرا پدر و مادرم والدین بر وقت به شوهر دادن. من میخواستم که بخوانم، یا که پسرانی که عموما در فکرشون زنگیری نیست و آنها میگویند که آخه من زن نمیگیرم، من میخواهم که رفته مهنت کنم، اول خودم رو گیرم کمتر خانه و در کنم، پدر و مادرم رو وای نکنم. اینها نمیفهمن، میگوید که پدر و مادر من میخوان که من زن گیرم. تمام. با فکر شما سبب جداشوی جوانها در چی است؟ این سبب نمیده اوزی این نمیده این خبرکشی با پدر با مادر اوچا جان این خیکرد مرا اوچا جان مرا این خزد ای طرف اوشان خواهی خوش میشه. اما با هر حال فردوس اگر عمیق‌تر فرو بیرویم گادجت گناه ندارد. مثلا از بس که خوراک با مزه نیست کوسه گناه ندارد کو. این خبرکشی نمیه اوزی چی پرابلمش نمیده رفت. وابسته به استفاده تلفن موبیلی ممکن است یک نقطه نظری خود را قید کنم. همین استفاده تلفن موبیلی در وقتی که دختر عائله برپا میکند یا که بچه عائله برپا میکند، گفتی اکم درست است که مسئولیت تربیه همینجا نقش کلان میبازد، چون که وقتی که دختر عائله دار میشود همون مادر پیش از اونی که دختر به خانه داماد قدم می‌نهد باید که تربیه کنه که دختری من همین خانه که رفتی تلفن کمتر استفاده بر، یا که به منفعت خودت استفاده بر، به منفعت اعضای خانوادت استفاده بر، نه به منفعت اونی که خبرکشی کنی وضعیت سالم خانوادگی تا ویران کنی. بینید که در دههای دوردست تلفن نیست و یگان مادر نمیخواهد که دختری وی نابخت شود و بخت نبیند. این چیزا ما طرفداری نمیکنم، به خاطری که در دههایی که هستن که عموما تلفن رو نمیفهمن زن، و من فکر میکنم که وقتی زن شوهر کرد تلفن استفاده بردن با مادر و مادر نمیتواند که با دخترش نمیخواد که وی بختش انجام بخوره، در هر گپی وی بگه که ها دخترم تو قهر کن این گیره بیار. برعکس وقتی که خبر کشید اون مادر میگه که نه دخترم این کارت خطا است. درست است، یعنی و که این مادر باید نمیتواند که ما قبول بگیم که نکند. همه وقت ما زن خطاکار کنیم، زن بگیم که وی گناهگاره و سبب اساسی همیه بگیم نه، سبب اساسی ایش شدن سبب اساسی تلفن نیست، با نظر یکی از شما- سبب ها. یکی از سبب یکی از با سبب نظر ها. شما چی است سبب جداشوی به نظر اساسی جوانها؟ من که من خیلی حال جوان هستم، من همه را گوش کردم، اول بد سخن کردم. من میخوام که انا همون که شما با ورق میگین که ما روحیه کسا بلند میکنیم که فلان چرا بینیو گذراندیم، من فکر میکنم یک کار کنیم که مرد و زن که گناهگار است او قدر جبران کنن که دیمبارا نتوانند که دختر دیگر که یک مرد دیگر بر حیاتش بسوزند. فراموش ببخشید یک چیز رو باید دقیق کنیم. در مسئله جزا دادن کمیته کار با زنان مسئول نیست. مقاماتی که هستن که میگن که ما گوش کردم که چاره‌بینی هایی که ما میگذاریم فهمانده دهی، ولی فهمانده دهی از بعض دیگر چیزا خیلی فرق داره. فهمانده دهی هم در گفتن میگذارن، ولی باشند آن حالت هایی که فرض کردم اگر که در همون عریضه میکنن به مقامات هایی که کدام مقاماتی که باشن عریضه میکنن ببینن که مرد گناهگار است در حقیقتا، یا که ببینن که زن گناهگار است، یک جزای پیشنهاد کنن که و شاید اگر 30,000 سوم رصد کرده باشد بذار 2 برابر در دختر بتیه که دختر همین گونه فکر میکنه یعنی این مجازات مسئله ها در سنگین‌تر بررسی شود. هستند. سنگین‌تر شود که این کمتر شود در انا همین پاش خوردن عائله های جوان. من راستی در نزدیکی قطعی بودم، انا هم مقاماتی که برای جداشوی باور کنند از سحر رفتن شام آچیرتت میرسد، آنقدر زیاد است عریضه. تا یک اندازه والدین با عقیده های خود من فکر گناهگار میکنم که هستند. والدین کم گناهگارن. به خاطر چی؟ به خاطر که والدین میخواهند که فرزند وی خوشبخت شود، فرزند خود را به عائله یک کسی دیگر میدهد. دختر وقتی از عائله که به کمال رسیده است به طریقی که خود انتخاب کرده است چگونه باید خواب رود، چگونه باید گردد، او در عائله خود بود و با دنیای دیگر گذشتن و مطابق اون عائله شدن و خیلی باید او عائله و درک کنه، او عائله باید او را بفهمه. فرهناز نه همه دختران مثل شما حرف دلشان را روی زبان آورده میتوانند. برخی از دخترها حتی صدا بلند کرده نمیتوانند و هر اون تصمیمی که مادر میگیرد یا پدر میگیرند
غیر اختیار راضی میشوند. خب بگذار راضی باشن. به خاطر ما میتونیم که ما گپ مادر و پدر رو در خودمون ما نمیتونیم این کار کنیم. راضی میشویم. و من فکر میکنم که رفت اگر اون عائله او را درست قبول کرد و همچون فرزند قبول کرد، همون مرد او را همسر زندگیش قبول کرد و حرمت و احترام و انا همون چخیلی که خودشان در عائله هستن همین گونه قبول کند، یگان دختر نمیخواهد که زندگی او پاش خورد. دین چی میگوید در این مسئله؟ مثلا در مسئله انتخاب زن و شوهر، دختر آیا حقوق انتخاب کردن دارد یا اینکه خاموش و تسلیم شده به تصمیم والدین رضایت خود را بدهد؟ دین مبین اسلام اختیار کامل رو به شخصی که میخواهد عائله دار شود یا که ازدواج کند داده است. دین اسلام هیچ وقت نگفته است که پدر و مادر حقوق دارند اجباراً با راه زوری و مجبوری دختر خود را به شوهر دهند. دین مبین اسلام گفته است که پرسان میشویم آیا فلان از همون دختری که مثلا میخواد او را به عائله دار کند پرسان میشود آیا با چنین جوان آمده است راضی هستی ما تو را عائله دار کنیم یا نه. و در حدیث های صحیح هم داریم که پیغمبر اسلام هم امت خود به چنین امر کرده هستند که حتما پرسان شوید. وقتی که پرسان میشوید میگن که اگر ساکت بشیند در این حالت ما میتوانیم او را به عائله دار کنیم. وقتی که دختر نمیگوید در این حالت دین اسلام گفته است که به شوهر دادن نمیشود. البته به یگان شک و شبهه. درست قاید کردن که جوانان خودشون حق انتخاب دارن. من فکر نمیکنم که یعنی از طرف دیگر جوانان تمام انتخاب رو به جوانان دادن در کار، چون که بسیار حاضر از کجا باوری هست که آن جوان انتخابی درست میکند. باید پدر و مادر هم ببیند که آن نفری که با فرزند آنها عائله دار میشوند گویم که سطح دانشش چطور است و معرفتش چطور است. ما اینجا بسیار همان سبب‌های جداشوی عائله را گفتند که این آماده نبودن جوانان بر وقت با یعنی که عائله دار شدن آنها است. من تنها یک فکر دیگر داشتم که اگر با 10-15 سال پیش برگردیم جوانان هم زود عائله دار میشدن، هم بسیاری آنها با انتخاب پدر و مادر عائله دار میشدن، هم قسم زیادی آنها دانش نداشتند، یعنی که آنها دانشی گویم که دانشگاه نخواندن یا اینکه مکتب رو بعضی هایشون تا آخر نخواندن، ولی آن زمان ها جداشوی بله ولی آن زمان ها جداشوی عائله ها کمتر بود. امروز در حتی در مکتب ها فن الهیده معرفت عائله داری علاقه جاری کردند. قسم زیادی دختران دانشگاه میخوانند، سواد دارند، خودشون انتخاب میکنند، ولی سبب در چیست که امروز برعکس زیاد میشود جداشوی عائله ها. هرچند که سبب ها رو در آن میآورد که گویا که نمیخوانند آماده نیستند، ولی اگر آنها آماده نباشند پس این فن معرفت عائله داری که در مکتب میآموزند وظیفه خود را اجرا نکرده ایستاده است یا اینکه آن را نادرست جاری کردند. اصلا وقتی که درباره جداشوی حرف میزنیم برخی از دخترهای جوان که شوهر میکنند بعد از جداشوی بعد از یک فاصله بسیار کوتاهی زندگی عائله میگویند که بانگی بوده است، نشمند بوده است، ما درک نداشتیم. ولی این انتخاب خودی آنها است. میگویند که مای زده بوده است یا اینکه دختر رو به خانه میارن میگویند که یک نقص داشته است یا اینکه نمیدونم گوشش ناشنوا یا چشمش نابینا. این حرف ها هستند، ولی من میخواهم اطراف یک چیز دیگر تمرکز بکنیم: سراسیمگی، شتابکاری در ساختن عائله. چون ما خیلی زیاد از قاعده های سنتی حرف میزنیم و بسیاری گناه و جرم خود را به سر قواعد سنتی بار میکنیم، ولی قاعده های سنتی ما پیش وقت این بود که 2 نفر به هم می آمدند و 1 سال در فاتحه قرار می داشتند. 1 سال یا 2 سال در فاتحه می بودند و بعد از این بعد 1 سال 2 سالی در فاتحه بودن آنها توی رو برپا می کردند. یعنی ببینید قاعده های سنتی تا یک اندازه به منفعت کار است. در ظرف 1 سال انسان ها یکدیگر رو می آموزند. مثلا نشأمند یا اینکه میخواره بودن جوان رو در 1 سال علاقه خانواده
دختر میتواند برای خودش معلوم بکند. ببخشید زمانه پیش در محیط یک دهه یا که یک ناحیه بیرون نمیبروندن. این یک. دوم اینکه ما یک چیز فراموش میکنیم که جهانی شوی است و تبادلات های اجتماعی و اخلاقی و دیگر چیزهایی هستند که امروز همه بر سر هم ریختند و ما که معرفت نداریم و ما که دانش نداریم و ما که سطح دانش ما به سطح بین المللی دکه نمیزند، در این تبادلات خودمون گم میکنیم، هم دختر و هم پسر. و وقتی که سوال گذاشته میشود که برای چی اروپا یا که آمریکا رو دوست می‌داری یا عاشق آمریکا هستی یا اروپا رفته زندگی کردن اختیار میکنی، اینا از نگاه اول نمودی ظاهری دوست می‌دارن. میبخشه جوانای اروپا و آمریکا برنامه دارن برای زندگیشون و کی زن گرفتنشون و کی حتی فرزنددار شدنشون، چند فرزند داشتنشون، همه این حساب و کتاب است که اونا برنامه مشخص دارن و ما این برنامه نداریم و ما تقلید میکنیم با همون تقلیدایی که نسنجیده و کورکورانه و گفتی مولانا که خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت به این تقلید باد. تقلیدهایی که اساس ندارن، تقلیدهایی که از روی هوا و هوس و اون چیزی که ریشه ندارد و این تحولاتی که روبروی ما آمده ایستاده است، باید حکومت و من این نماینده های محترم در اساس این تحولات ها برنامه های مشخص تهیه کنند و باید پیش روی همه اینا با واسطه برنامه گرفت، نه با واسطه سخنهای پوچ و بی‌معنی که ما گفتیم و شنیدیم و رفتیم و دیگر همون احوال که همونطور بود بعد از بعد بدتر می شود. تمام. سخن من هم همین بود که سطح دانش جوانان روز به روز زیاد شده است، بلند شده است. باز یک بار دیگر هم باشد که تکرار میکنم که ما فنهای معرفت اویلاداری حتی در دانشگاه ها هم اگر خطا نکنم چنین یک آموزش های هست، ولی هرچند که سطح سوادناکی زیاد شده است، جداشوی هم در این برابر زیاد شده است. پس مشکل در کجاست؟ یگان شاید تحقیقات میگذرانند یا شاید یگان تحلیل های عمیق‌تر در حدود 20 سال گذشته میکنند که سبب این رو باید پیدا کنند. به هر صورت وابسته است از فرهنگ اویلاداری. یعنی فرهنگ اویلاداری، وقتی که ما فرهنگ اویلاداری میگوییم، در فرهنگ اویلاداری ما میبینیم که رابطه یک مرد با مادرش خیلی خوب است، ولی رابطه مرد با زنش دیگرگونه است. از فرهنگ اویلاداری وابسته است، از تربیت در اویلا وابسته است. فرض کردیم که در همسایگی من یک اویله سالم است ولی اویله من ناسالم است. این مثال است. هر روز لطوکوب در اویله من است. همون اویله به اویله من دخالت نمیکنه. چرا سالهای پیش همین دخالت کنی بود؟ چرا امروز نیست؟ یا که لطوکوب در جامعه یک شخص لطوکوب میکنند، راهگذران میگذارند. ما چقدر توسط وسایل اخباری عامه رولیک‌های اجتماعی نشان دادیم، لیکن صدا از یک طرف نمیبراید. در مملکت‌های ترقی کرده دنیا اگر یک صدای مشکوک، صدای شبهناک از دیوار همسایه بیاید، در حال خبر میدهند با 911. اگر حاضر دخالت کنند زود میگویند که کاریتون نباشد، این حیات شخصی او است. اگر او خواهر من است، اگر او برادر من است، من حق اون دارم که باید بگم که این راهی تو خطا است یا این کاری که شما میکنید خطا است. ولی جامعه فقط یک جواب میدهد، میگوید که این زندگی شخصی او است. حتی در بیرون هم باشد، من فکر میکنم که زندگی شخصی تنها در همون چهاردیواری خانه میشود. از چهاردیواری خانه بیرون در گویم که راهرو و دیگر جایها زندگی او به جامعه تاثیر میرساند و باید ما دخالت کنیم. بکار کردن عقد نکاح امروز از جداشوی اویله‌ها فرق دارد. اویله‌هایی هستند که عقد نکاح آنها بکار کرده شده است، لیکن آنها زندگی دارند. چرا؟ از روزگاری و از روی دین مبین اسلام آنها زندگی چرا؟ دارند. سبب چی است؟ 75% بکار کردن عقد نکاح طریق حلنامه سود است. یعنی چی پرابلمی بود در سود حل کردن و فقط برای بقای گرفتن عقد نکاح با ما مراجعت کردن. به خاطر به دست آوردن شهروندی یک مرد تاجیک می رود، یک زنی سالمند روس رو میگیرد، اویله برپا میکند و در نتیجه شهروندی رو به دست می‌آورد. همین فایز زیاد شوی از همین حساب است. یعنی مردها میخواند اونجا بروند و شهروندی فدراسیون روسیه رو به دست بیارند، جدا میشوند از همسرهایشان با رضایت همسرشان. برای همین به دست آوردن شهروندی
маълумотномаи дахлдор мегиранд аз мақоми саб ки онҳо никоҳ надоранд. дуруст мо метавонем никоҳашона мебинед ки дирӯз тариқи суд бекор кардааст, ҳамун замон маълумотнома гирифтааст. ҳатто аз ҳамун шаҳрвандо пурсида мешавад ки барои чӣ никоҳат бекор шуд, сабаб шин ҳамин гуфти шумо ҳамин масъаларо мегӯяд ки шавҳарам мехоҳад дигар шаҳрванде гирад ё ки ҳамсарам мехоҳад дигар шаҳрванде гирад, мо имрӯз бекор мекунем, баъд бо ба қайд мегирем. нигоҳ кунед, ман ҳисоб кардам қариб 20% ҳамин бекоршавии ақди никоҳ ҳамин маълумотномо ҳаст ки онҳо дар ақди никоҳ нестанд. ин шаҳрвандо фақат тариқи роҳи осон, роҳи сабуктар гирифтани ҳамун шаҳрвандӣ аст ва ё пеш аз ҳама ҷиҳати масалан ин ҳам маъноиро дорад ки боз меравад як зани дигарро фиреб медиҳад дар Русия, бадбахт мекунад аз ба хотири эҳтимол гирифтани аз шаҳрвандӣ, эҳтимол дур нест. ё ин ки он занҳо низ шояд омодаанд ва медонанд ки масалан ягон фоидае мегиранд, ягон маблағе ба онҳо лекин медиҳанд. ин маъно надорад ки имрӯз мо масъалае ки ҳозир гап задастем дар ин суҳбат накунем. албатта ин масъалаҳо воқеӣ ҳастанд, лекин мо пеши ин масъаларо гирем. имрӯз ана ҳамин омилҳо фоиза зиёд кардааст, гарчанде ки вай масъалое ки гуфтанд ҳаст ин чизо. чанд фоиз аст ин ифтихор? аз рӯи маълумотои мо қариб 20% ҳамин нишон оилаҳое ки ҷудо мешаванд сабабаш ба даст овардани шаҳрвандии дигар кишвар. ҳамун маълумотнома маҳз барои гирифтани шаҳрвандӣ чи аст, барои шаҳрвандӣ аст. ҳамин маълумотномае ки дар ақди никоҳ нест барои федератсия Русия пешниҳод дин кардан дар ин бора чӣ мегӯяд? оё никоҳи динии онҳо пойдор мемонад дар ҳолате ки никоҳи расмии давлатиашонро бекор мекунанд? ҳама гуна роҳи ҳела, фиреб, қаллобӣ, дурӯғ гуфтан ҳамаша дини ислом ҳамон 1400 сол пеш маҳкум карда буд, то ин ҷониб маҳкум карда истодааст. ва шаҳрвандоне ки ба чунин амал даст мезананд, албатта мухолифи қоидаҳо, мухолифи қонунҳои дини ислом амал мекунанд. пайғамбари ислом гуфтанд ки он нафароне ки фиреб медиҳанд як касро аз уммати ман нест. аммо суоли шумо он ки ақди шариатию ислом ҳам боқӣ мемонад ё не, ин вобаста аз нияти худи ҳамон мард аст. агар дар ҳақиқатан ҳам ният карда бошад ки инро масалан ҷавоб медиҳад, бо ин намехоҳад зиндаги ва ба ӯ зан гуфта бошад, дар ин ҳолат бе ягон шакку шубҳа никоҳи онҳо ботил гардидааст. дар ғайри ин сурат маслиҳати пешикӣ бошад ки ман бо ҳамроҳии ту никоҳи исломиамро идома медиҳам, дар ин ҳолат никоҳи исломии ӯ боқӣ мемонад ва ботил намешавад, чунки ҳар як амали мо вобаста аз нияти мо мебошад. ин масъалае ки мо сараш имрӯз андеша мекунем масъалаи оддӣ нест, масъалаи муқаррарӣ нест. бо 20% эшоне ки мехоҳанд ҷуброн кунанду гӯянд ки ҳоло ин даҳшат нест, ин чизҳо ки мо худамон сафед карда наметавонем. شما چی برنامه مشخص پیشی دست گرفتید که همین گونه از بین رفتنی اویله ها یا که عموما ویرانشوی اویله ها برنامه شما در اون کاهش یافتنی برهمخوری اویله ها نقشی اساسی بازی میکنه در جامعه امروزی ما. برنامه تان چی است؟ ما کارهای فهماندهی تشویقاتی ترغیباتی برده ایستادیم با مقامات های زیرساختاری ما هستند، با آنها فهمانیده شده است که کارهای فهمانیدهی تشویقات و ترغیبات با واسطه وسایط اخبار عامه، روزنامه و مجله واخوری با شهروندان در محله ها، در مؤسسه های تعلیمی و دادن پیشنهادات و نصیحت هایی که سبب خوشبختی جوانان می شود و تأثیر مثبت خود را برای کاهش یافتن جداشوی عائله ها یعنی می رساند. این از یک طرف. از طرف دیگر خادمان دین با آنها پیشنهادها شده است عائد مسئله های مبرم روز در خطبه های نماز جمعه صحبت کنند و یکی از مسئله های مبرم روز و مهم روز این هم جداشوی عائله های جوان هست. سبب های آنها را برای برطرف کردن خشونت در عائله، برای حرمت و احترام زنها عائد این مسئله ها با شهروندان ما بیشتر صحبت کنند. برای چی اینقدر تشویق و اینقدر میگوید که ما تبلیغات ها میکنیم کاهش یابی به نظر نمیرسد، یعنی که این چی به هاون آب کوبیدن است؟ عائد جداشوی عائله ها تنها یک مقامات دولتی، تنها مؤسسه های تعلیمی، تنها یعنی که
گیریم دیگر اون نفرانی که در جامعه ما فعالیت میکنند وابستگی ندارد. وقتی که به سر یک زن نکبت میآید، مورد خشونت و زورآوری قرار میگیرد، مثال ویژه آورده میتوانید که نمایندگان شما بر بابر همان آدم جبر دیده کار برده باشند و از لحاظ پسیکولوژی دستگیریش کرده باشند. یگان مثال ویژه آورده میتوانید؟ رفیده ناحیه رودکی مسئله شهر پنجکین تا مثال آورده، خود رهبریت کمیته خیسته رفته همون مسئله را تحقیق کردند. مسئله های در ناحیه وخش رخ دادگی خود رهبریت کمیته خیسته رفتند. مسئله که سامانه اویلا نشر کردند از شهر وحدت زن قصاب. و چرا این عکس ها رو نشر نمیکنند در چونکه صفحه فیسبوک؟ این مسئله ها رو ما در صفحه فیسبوک خود نمیمونیم. به چی خاطر؟ به او خاطره که این مسئله ها رو دیگر مقامات های دولتی باید که زیر تحقیق خود قرار دهند، ولی ما همچون کمیته هماهنگساز وابسته به او برنامه‌های دولتی که امروز حکومت مملکت کمیته کار با زنان رو همچون تطبیق کننده معین نموده است، در دایره همین برنامه‌های خود ما دخالت کرده میتوانیم. لیکن وقتی که مسئله سودی میشن و مسئله فرض کردیم خودکشی و البته فعالیت مقامات دخلداری حقوقی است و ما در این مورد فقط برای برقرار نمودن حالت روانی همون دیگر اعضایان خانواده که در همون خانواده فرض کردیم خودکشی شدگی یا که سوء قصد به جان خود شدگی، ما میتوانیم با دیگر اعضایان عائله جهتی برقرار نمودن حالت روانی کاربری نماییم. در برابر این کمیته وابسته به پیشگیری نمودن عامل‌های نامطلوب از آن جمله خودکشی، سوء قصد به جان، پاشخوری عائله و دیگر عامل‌ها همه روزه صحبت‌های سر راهی، این نه فقط از جانب کارمندان دستگاه مرکزی بلکه از جانب زیرساختارهای کمیته در ولایت‌ها و شهران ناحیه‌ها، صحبت‌های سر راهی و اصول فردی خانه به خانه با تقسیم نمودن منچونین ورقه‌های اطلاعاتی، یعنی که با مقصد بلند برداشتن سطح اطلاعاتناکی اهالی حیات بی‌زورآوری تهیه کردگیم. در این براشورکا ما تمام و رقم‌های تلفن، سراغ‌های الکترونی مدیران شعبه و بخش‌ها را نوشتگیم. چرا این رو در سامانه جویی نمی‌کنید؟ این را حاضر ما کار کرده ایستاده‌ایم، چون که همه روزه مدیرای ما عوض می‌شوند. سبب عوض شدن همین مدیرها هم رتاتسیا، بله درست است، یعنی که جایگزینی کادرها است. این چگونه کار کرده است؟ علاقه سال 2021 نشر شده است. درست است. لیکن خب ببینید که ناحیه لخش اگر گیریم، ناحیه لخش یا که ناحیه رشت علاقه عوض شدگی اند. ما گفتیم که واریانت آخری همیرا آخر ماه ینور، یعنی که 30 ماه ینور خطی رهبریت کمیته تصدیق میکند و روز 30 ینور خدا خواهد ما همین چیز در سامانه خود و با تمام قشرهای جامعه پهن میکنیم. کم پیش گفتید که ما رولک‌های اجتماعی در تلویزیون ها میکنیم. اگر شما همون رولک‌های و صفحه‌شون بسیارتر کنید در صفحه اجتماعی تیک توک و اینستاگرام که مخصوصا جوان پسران و جوان دختران اونجا نشستند و وقت خود خیلی زیاد میگذرونند، اگر همونجا تبلیغ بکنید برای یک مؤسسه شما در فیسبوک 2,500-3,000 آبونچی بودن و اونم حالی معلوم نیست که اونو چقدرش فعال است. نه یک دوستش مثال گویم اگر اونا دعوت کرده باشد و اون به خاطر دوستش دعوتی اونا پذیرفت کورکورانه اما فعال نیست، حالی که جهان اینترنتی است و دیگر باید کاغذ بازی بحث کنیم و روارم تیک توک بگذار تیک توک جای معرفتی هم باشد، برای که دلخوشی هم هست، برای کیم چیکار دیگر هم هست، اما برای تربیه هم باشد و فکر میکنم این خیلی خوب میشود و اودیتور اونجا خودش بعد تربیه مییابد. در حقیقت فکر شما درست است و من 100% جانبداری میکنم، لیکن یک چیز را به نوبت گرفتن در کار که همه کارخانه های دولتی، همه مؤسسه های دولتی اول از واسطه های اخباری دولتی استفاده میکنند و بعداً نقطه نظر شما به من پسند است. ما در این باره امروزها حتی کاربری کرده ایستاده‌ایم، ولی امکانیت های مالیوی را به نوبت گرفتن در کار که امروز کمیته چنین امکانیت را ندارد. شما یک دقیقه من شما گوش کردم، حاضر شما گوش کنید. شما پیش از آنی که به این یا آن برنامه می روید و وابسته به این یا آن موضوع بحث میکنید، مناظره میکنید، وای میکنید، اول فعالیت هر یک ساختار دولتی که در آن اشتراک میکند بیاموزین که ما با چی کار مشغولیم.
корҳое ки имрӯз ана ҳамин се кумитаҳои муассисаҳо мекунанд, ман фикр мекунам ки ҷомеаи шаҳрвандӣ агар бо мо ҳамроҳ шавад, аз шумули шумоён, рӯзноманигорон, тамоми васоити ахбори омма, ҷомеаи шаҳрвандӣ гуфта истодам, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, агар ҳамроҳ сари ҳамаи ин масъалаҳо корбарӣ кунем, андеша кунем, мо пешгирӣ карда метавонем. муаллима, як чизи дигар, чун роҷеъ ба умуман васоити ахбори умуми давлатӣ ва минбарҳои давлатӣ ҳарф задем ки шумо танҳо дар он ҷо метавонед баромад бикунед, ман ба арзи шумо мерасонам ки шумо аллакай гурӯҳи фейсбукӣ доред. дар фейсбук шумо аллакай сомона доред ва мо бояд иқрор шавем ки интернет рафта рафта ончунон реша давондааст ки қариб як ҷузъи асосии рӯзгори тамоми мардум шудааст. ман ҳоло мехоҳам ки кӯтоҳ дар бораи роҳҳои пешгирии ин раванди номатлуб ҳарф бизанем. масъалае ки шумо бардоштед масъалаи доғ аст, ин ба генофонди миллат рафта мерасад. медонед агар ҳамин тур агар пошхӯрии оилаҳо идома ёбад, мо метавонем ҳамин миллати кӯчика ки дар ҳамин 7% ҳамворӣ боқӣ мондааст, ина аз даст бидиҳем. бисёр хатари бонги изтироб задан дар кор аст, чунки дар як 9 моҳа 10,000 бештар аз 10,000 оила агар пош хӯрад, ин хеле даҳшатнок аст. ман як чиз мегӯям, агар ҳукумат натавонад, агар давлат натавонад, кумитаи дин, кумитаи корбозанон ва оила ва дигарон бояд бо як пешниҳоди мушаххас ба ҳукумат муроҷиат кунанд. ҳукумат меёбад спонсор, сарпараст меёбад. сарпарасте ёфта шавад ки ҳаддақал $10,000 ҷудо кунед, $10,000 мебахшед ҷипҳое ки дар кӯчаҳои душанбе мегарданд $50,000 ҳастанд. $10,000 ҷудо кунед, як олимо сари ин кор кунанд. ҳамин чизҳоро рӯйхат карда истода, фоҷиаҳоро ба қавли трагедӣ, фоҷиаҳоро рӯйхат карда ба ҳукумат пешниҳод карда, ҳамин ҳодисаҳо шуд ва ба ҳамин ҳодисаҳо хоҳиш мекунем ки як маблағи муайян ҷудо шавад ки мо сабабу омилҳоиш омӯзем гуфта ки пешниҳод намекунанд. ҳама дар назди маслан пешниҳод кардани худаш ба қавле ҳеҷ кас намехоҳад назди ҳукумати давлат худаш шумрӯ кунад, ҳеҷ кас намехоҳад ба экрани телевизион баромада ё тавассути саҳифаи фейсбуки худаш баромада ба хотири ин миллат бигзор хай вазифатона гирифтам, бигзор ба шумо гап расид, ба хотири миллат шуда, ба хотири оне ки ҳамин қисмат метавонад ба сари фарзанди шумо биёяд. ман бо роҳбарияти кумита суҳбат доштам. ҳоло шикоят кардани мард аз болои зан ки марда мезанад, ба мард фишори рӯҳӣ мебарад зиёд шудааст. ҳатто буд ҳодисе ки мардро занаш кушт. ин хеле ҳодисаҳо буданд, калаша гирифт, сараш аз тан ҷудо кард. ин хеле ҳодисаҳо буд дар ноҳияи Деваштич. ман як чиз мегӯям, чаро ҳеҷ кас намехоҳад خودش شمرو کند، خودش باد کند، یک بار خسته در یک مجلسی مهم مثلا این گپ بگوید. من فکر میکنم که برای رو یعنی پیشگیری این رو یگان کار کردن نمیشود، چون که ممکن است برنامه ها رو تعریض کنم و با جوانان، با مردم، با زنان فهمانید که مثال این کار نادرست است، این خیلی اون خیلی، اما ما اگر این خیلی گیریم یگان کس حق ندارد که با اونها گوید که تو نرو و این کار نکن، چون که من فکر میکنم که این خیلی در قانون اومدگی نیست که ما باید صد روی اونها رو گیریم و ما فقط میتونیم گفتن که نکنید این کار، مثال بله یک مصلحت میتونیم دادن اما پیش روی اونها رو گرفتن نمیتونیم. وقتی که ما به قرآن کریم نظر میکنیم در سوره روم آیه 21 خداوند چی میفرماید؟ خداوند میفرماید که ما زنها رو خلق کردیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. یعنی چی؟ حکمت میگوید از آفرینش من زن رو برای شما ای مردان در چیست؟ در همین آیت پاسخ هست برای سه چیز. لتسکنوا الیها، تا اینکه با اونها سکونت داشته باش، آرامش، در آرامش باشند مردها. این یک. دوم در دوام آیت میاد که میان شما مهر و محبت را گذاشت. سوم حرمت و احترام میان همدیگر رو فرض و واجب گردانید. این یک مسئله. در یک وقتی که ما به سوره نساء میافکنیم در قرآن کریم، سوره زنها است به معنی نساء، آیه 19 میبینیم. ببینید خداوند چی میفرماید؟ میفرماید که و عاشروهن بالمعروف، همراه عائله های خود، زنهای خود سخنهای خوب بگویید. چطوری که مفسران میگن از جمله ابن کثیر رفتار خوب داشته باشید با عائله خود. البته اون همه اندیشه هایی که گفته شدند، محبت، صداقت، صمیمیت،
احترام همدیگری به پایداری و سالمی اویلا آورده میرساند و بگذار که همه اویله های تاجیک همه وقت سالم باشند، محبت حکمفرما باشد، صبر و تحمل پیشه هر یک اعضای خانواده باشد. فکر میکنم بیشتر جامعه شهروندی بخصوص نمایندگان دین در پیشگیری پشتکارهای الها نقش مهم میباشد. در برابری چاره‌بینی های مقامات دولتی جامعه شهروندی باید سهمی ارزنده گذارد. تشکر. من زمانی به افغانستان سفر کردم، کشوری که بیش از 30 سال در ورطه ناکامی و جنگ و پرخوش است، اما از همپاشی اویله ها احیان به نظر می رسد در افغانستان. من سوال کردم که چرا؟ گفتند که تربیت مردم افغان همین گونه است، یعنی مردی که زن را رها می کند علاقه عزت و احترام را در جمعیت از دست می دهد. این گونه مرد یا شهر را باید ترک بکند یا از این ولسوالی برود به دیگر جای تا او را دیگر هیچ وقت نبینند. یعنی مردهایی را که زن را رها میکنند از روی تربیه و فرهنگ اویله‌داری دیگر نمیپذیرند. به همین خاطر من فکر میکنم که فرهنگ اویله‌داری باید رشد کند در نوبت اول و اون طرفش دیگر در دست فقط زن و شوهر است. به همه اویله ها صبوری و شادکامی تمنا میکنم و بگذار تا به پای پیری در کنار هم دیگر برسند. این بود توک شو از جانب آزیا پلوس تحت عنوان راست گپ. خداحافظی میکنیم.